بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت به معنای تمایل پیدا کردن به فردی یا به چیزی است، البته با این مقدمه که انسان از سایر چیزها کاملا منصرف بشه. خب وقتی ما میگیم میریم زیارت امام حسین، به این معناست که ما از همه چیز منصرف میشیم و تمام توجه و تمایلمون به سمت امام حسین علیه السلام هست. خب این زیارت گاهی اوقات زیارت اماکن هست. اماکن هم فرقی نمیکنه مذهبی باشه یا غیر مذهبی. حتی اگر انسان اماکن تاریخی رو هم بره، خب این مشخص از خیلی چیزا منصرف شده، به زیارت اون شی رفته. زیارت غیر از اماکن چه تاریخی چه مذهبی شامل زنده ها هم میشه. به خاطر همین هم است که در روایت داریم از امام صادق، کسی که برادر مؤمن خودش را وقتی زنده است زیارت بکند، انگیزه غیر الهی هم نداشته باشه، برای خدا زیارت کنه، فرمودن 70,000 فرشته او را ندا میکنن که تو پاکیزه شدی و بهشت برای تو پاکیزه شد. همینطور در مورد زیارت قبور متبرکه اهل بیت عصمت و طهارت و در کنار این عزیزان قبور صالحین، مؤمنین، شهدا، اینا همه مستحبه که انسان زیارت کنه. من روایتی رو از خود آقا سید الشهدا علیه السلام خدمتتون عرض بکنم. ایشون میفرمایند که من از پیغمبر پرسیدم در مورد ثواب زیارت. پیغمبر اکرم فرمودند فرزندم، کسی که مرا در زمان حیاتم یا مماتم زیارت کند، یا پدر تو رو امیرالمؤمنین رو در زمان حیات یا مماتش زیارت کند، یا برادر تو را در زمان حیات و مماتش زیارت کند، یا تو را در زمان حیات و مماتت زیارت بکند، بر من واجب است که او را روز قیامت زیارت کنم و از گناهانش نجاتش دهم و او را وارد بهشت کنم. با رعایت و انجام هرچه بهتر آداب زیارت میتونیم لذت و بهره بیشتری از زیارتمون ببریم. التماس دعا.